صبح دوشنبه وقوع ناآرامی‌های گسترده‌ای در خیابان‌های جنوبی و مرکزی تهران گزارش شد، به طوری که پس از اعتصاب و اعتراض گروهی از بازاریان تهران به وضعیت معیشتی و اقتصادی و بالا رفتن بهای ارز، رفته این اعتراضها به خیابان‌های مرکزی و جنوبی تهران کشیده شد و شماری از شهروندان هم به صف معترضان پیوستند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، ماموران امنیتی با معترضان درگیر شدند که این درگیری‌ها در مواردی به شلیک گاز اشک‌آور نیز انجامید. روز یکشنبه هم اعتراض‌هایی در بازار موبایل تهران از سوی کسبه و گروهی از مردم اتفاق افتاد که با تعطیلی مغازه‌ها همراه بود. این در شرایطی است که اواخر سال گذشته و در دیماه نیز تظاهرات سراسری در بیش از 80 شهر کوچک و بزرگ ایران ابتدا در اعتراض به وضعیت معیشتی و گرانی‌ها آغاز شد و رفته با شعارهای تند سیاسی از سوی معترضان همراه پس از آن نیز کارگران و برخی دیگر از مزدبگیران در ماه‌های گذشته دست به برپایی تجمعات اعتراضی و اعتصاب زدند. بر اساس برخی گزارش‌ها به جز تهران در شهریار، کرج، قشم، بندرعباس و مشهد نیز معترضان به گرانی روز دوشنبه به خیابان آمده و برخی مغازه‌داران نیز اعتصاب کردند. در تجمعات روز دوشنبه تهران برخی شعارهای سیاسی از جمله مرگ بر دیکتاتور و رضا شاه روحت شاد و سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن شنیده شده است. اعتراض گروهی از مردم تهران روز دوشنبه به جلوی مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد. دوشنبه ابتدا پارچه فروشان و بازاریان راسته بزرگ اقدام به بستن مغازه‌های خود کردند و پس از آن بسیاری دیگر از بازاریان نیز با بستن مغازه‌های خود دست از کار کشیدند. در این بین برخی مقام‌های مسئول از جمله حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی رئیس جمهوری و علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران تردیدهایی را درباره منشأ این اعتراضها به وضعیت اقتصادی مطرح کردند. حسام آشنا در حساب کاربری توییتر خود نوشته که باید تأمل کرد که صدای به گفته او کاسبکاران و دلالان با صدای تهیدستان اشتباه نشود. و علی فاضلی نیز در گفتگو با رسانه‌های داخلی گفته که دستهای پیدا و پنهانی به تعبیر او به دنبال برهم زدن بازارند و سرچشمه این حرکت‌ها در خارج بازار است. این در حالی است که روز یکشنبه بهای ارزهای مختلف در بازار آزاد تهران بار دیگر با جهش همراه شد و قیمت هر دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه به حدود 9000 تومان رسید. آن هم در شرایطی که نرخ‌های جدید ارز در بازار آزاد چندان مشخص نیست و خرید و فروشی هم انجام نمی‌شود.